شجاع یا قهرمان چه کسی است و به راستی چگونه مفاهیمی چون شجاعت و قهرمانی خلق می شود؟ رومن رولان می گوید شجاعت یک قهرمان با یک فرد معمول در این است که او 5 دقیقه شجاعتر از دیگران است. مونترلان می گوید قهرمان واقعی کسی است که سبب خوشی دیگران می گردد. و شهید قیام مردم ایران شهرام فرجزاده تارانی نیز قهرمانی از این دست بود. انسانی شجاع که آنچه از دستش برمی آمد را در روز قیام عاشورا انجام داد تا در مسیر آزادی برای همه مردمش گام نهد. شهرام آزادی خواه بود. جوانی مهربان و ساده دل، فرزندی دوست داشتنی و پدری سرشار از عشق. یک انسان پرمحبت مانند همه انسان‌هایی که آنها را به قلب بزرگشان می‌شناسیم. کسی که انتخابش در آخرین لحظات زندگی او را به مقام یک انسان شجاع و قهرمان ارتقا داد. شهرام دختری داشت که او را به خاطر عشقی که به موسیقی داشت آوا نامیده بود. آوا یک سونات‌های عاشقانه بود. سونات‌هایی که امروز به یک سمفونی حماسی تبدیل شده است. بله، آوا امروز یک سرود شده است. سرود گلی در حال شکوفایی با ریشه‌هایی پرتلاش برای رسیدن به هوای تازه و روشنایی خورشید. گلی که باغبانش جان خود را فدا کرده است تا روشنایی را به سرزمینی که حکومت شب بر آن حاکم شده است به ارمغان آورد. شهرام روشنایی خورشید و هوای تازه را برای همه می‌خواست. او برای همه آواهای ایران زمین آرزوی فردایی روشن و آزاد را داشت. رؤیایی که برای تحقق آن باید از جان گذشت، به میدان شتافت و دامن محبت به خون رنگین کرد. آری، شهرام برای رویاهای مشترک، برای خواسته‌های برحق و برای حقوق اساسی همه ایرانیان و انسان‌های آزاده کشته شد. عطر شکوفه‌هایی که خوب می‌دانند کسی نمی‌تواند زیبایی را بکشد و نور خورشید را به قتل برساند، هوای باغ را لبریز کرده است. یک سونات‌های عاشقانه به یک سمفونی حماسی تبدیل شده است و یک انسان معمولی به یک قهرمان. به خانواده این شهید گفته‌اند که بر اثر تصادف کشته شده، در حالی که این دروغی بیش نیست. شهرام فرجزاده تارانی به دست نیروهای انتظامی رژیم ولایت در روز عاشورا در خون تپید. می‌کشم!